وضعیت موتور توسان 2014 رو می‌بینید دوستان عزیزم که مشتری عزیزمون هم روغن رو دیر به دیر عوض می‌کردن، هم روغن بی‌کیفیت برای این موتور استفاده می‌کردن. این موتور الان قفل کرده و یاتاقان زده. حداقل هزینه‌ای که برای این موتور تخمیل زده میشه حدود 80 میلیون تومانه که اگر شما اطلاعات کافی در مورد ماشینی که سوار میشین رو داشته باشین باعث میشه که متحمل همچین هزینه‌های اضافه‌ای نشین دوستان عزیزم. الان توجه داشته باشین به روغن این ماشین دوستان، ببینید این وضعیت روغن موتوره، ببینین با گریس برابری میکنه دقیقاً روغنی که برای خودروی هیوندا استفاده شده. اگر دوست دارید ماشینتون یاتاقان نزنه و قفل نکنه و متحمل هزینه‌های سنگین نشید، حتما پیج های آموزشی رو دنبال بکنید، مخصوصا پیج ما رو، و برای دوستانتون ارسال بکنید نکات آموزشیش رو که متحمل هزینه‌های سنگین اینچنینی نشید. اگر با این ویدیومون حال کردین پایین همین پستمون یه دونه دمت گرم کامنت بکنید و این ویدیو برای دوستانتون ارسال بکنید. دوستتون دارم، خدا نگهدار.